در ادامه مبحث تنظیمات پرینت ما الان این فایل رو داریم و میریم توی قسمت پیج بریک پریویو و میبینیم که یه سری خطا داره. این خطاها که به صورت نقطه چین هستن بیانگر اینن که صفحه ما به چند صفحه ریزتر تقسیم شده. میبینید که اینجوریه که این قسمت میشه 2، این قسمت بالا میشه 3 و 4 و 5 و 6. پس ما اگه بخوایم کل این صفحات رو توی تعدادی که مد نظرمون هست بخوایم جا بدیم، میتونیم از 3 قسمت استفاده بکنیم. یا از این قسمت اسکیل تو فیت ما اسکیل رو اینقدر کاهش بدیم که همونطور که مشاهده میکنید نقطه چین ها دارن به سمتی میرن که تمام این پیج در یک پیج واحد قرار بگیره. خب یکی این راه حله، یا اینکه ما اینو به 100 برگردونیم و بگیم از لحاظ ارزی درسته که اینا 3 تا هستش، اینو در یک پیج یا اینکه در 2 پیج اینا قرار بگیره، خودش به اندازه اینها رو فیت میکنه و در 2 پیج قرار میده. یا اینکه بخوایم از لحاظ ارتفاع اینها رو در یک پیج یا هر پیجی که مد نظر هست اینا رو جا بدیم.